علیکم السلام. اینجا چه میخواین؟ شما اینجا چه میخواین؟ اومدیم بگردیم. گشتن جرمه. اومدیم بگردیم. گشتن جرمه. ما گفتم جرمن. از چیا تو پیدان که اومدیم بگردیم؟ نه مهندسیم اینجا سیکوگا. تا جایی که ما خبر دارم این دور اطراف هیچ کپکی وجود نداره. بار آخر تو باشیم اینجا کوخت میشینین ها. اگه یه بار دیگه اینجا دیدمتون هر دوتاتون پاس کنین. فهمیدین یا نه؟ یالا. او نداری تشنا موهن دست شما. اومدین کوخت بشین اون آوردین ها؟ آوردی آورده آخا ولی تو اومدی. تو خود گفتی نومدی کوخت بشین. خود چه شد؟ چی تفریح هر وقت خواستیم بیاین ولی کوخت ممنون. فهمیدین یا نه؟ بار آخر تو باشه. جون اتا دمت گرم. یعنی و خدا حوض کردم 3 ماه تموم همینجا کوخت بشینم. اتا موبایل داری؟ ای خونم خراب. اتا موبایل دار شده ما موبایل دار نشدیم. ولی میگم تو خود نمیتونی حرف بزنی که موبایل به چه دردت میخوره؟ بازی. میگو با گیماش بازی میکنم. شماره چنده؟ نیم شماره خودم نمیفهمی. فقط بازی. ببین با چی گیمش بازی میکنی؟ میخوای بفهمی شماره چندن؟ شماره موبایله. یه دقیقه گوشید بده. یک ساکی داد. این معلم شاهین اینا داد. گفت بدومش 30 شاهین. این شاهین. باشو بینیم کی اندم در. الو بله بفرمایید. شاهین تو نی؟ شاهین یا خدا. الو شاهین سلام عزیزم. کجایی؟ قربونت برم. کجایی؟ با خدا اگه همین الان وانگردی شیرت چه؟ حروم هم میکنی؟ ترس چه داری؟ میخوای بدتر از این سرمون بیا. وایسام جمع تا هر کس و ناکس هر چی دلش میخواستیمون بگه. وایسام تا صبح پس صبح ورد دارم ببند زندان جمع ککات. شمارت مامان یه مردی انکارت داره. کین؟ نمیفهمم. همون مرده که زشتو که او دفعه اومده بی. الو چه شده مامان؟ شاهین کی اومده؟ نمیفهمم والله. یه دقیقه گوشی دست تاخم برم دم در بینم کن. ابو الو کاغذ. خب کوکا. ها نمیفهمم. هنوز در باز نکرده. شماره تو نوشته 0917. نوشتیش؟ آفرین شیرین. بده منم باهاش حرف بزنم. مامان نمیفهمم. دم درن. هر وقت مستش بگو با همین شماره کو یه زنگی سیم بزنن. منتظر ما. خداحافظ. بیا عطا یه هم شماره گمش نکن. یا ول کن اما بیا بخورا. اتا همش خورده.
الو مامان. شاهین مامان کی برمیگردی؟ سی چمه؟ کی بیدمه در؟ یکی از آدمای ناخدایی ور، همین کسیش میگن قطبه. بیشرف تهدیدمون میکنه، میگه 12 میلیون چک داری، صبح پس صبح میبرم فرم میزنم. خدا بابام چه سر دویت رسول بیاره. 1000 کشتش گفتم قصد این نامه که میدی ازش رسید بگیر. حالا ما 12 میلیون از کجا بیارم مثل این نامه سلمون بدم؟ نه این خونه خراب ازش رسید نگرفته. رسید؟ چه میفهمم؟ شاهین تو را به خدا تو دیگه بدبختم نکن. زودتری واگرد، میترسم تنم مثل بوات سرت بیاد. بیلکو هر جور شده جورش میکنیم یا چه میفهمم. آخرش خونه ایکو میفروشیم، همونم میریم جنب آبیبی. نه خیرم میمون مارم که تو بخیر خونه بفروشی. شاهین بلکامین نکن، گفتم زودتری واگرد. از این ایوز نامرد و آدماش هرچی بگی برمیاد. ای آقا چه؟ باشو تو خواهی چرت میزنی. اگه وقت چرخ اومد من خب بلد نیستم کاریش کنم. آمون چرخ کویا بودنه انو صبح نما بودن که ویت هفتو بزند. اگو پاشو سکان کامتر نی. واه خوردش رفت. خوردش؟ ها یعنی چرخ اومد ما نگرفتیمش؟ به نظرم زهر مار. من نگفتم نخوست، من نگفتم پاشو حواست دم کامتر کو باشه. خب می خود کویا بوسی سیچه زودتر سلامت نکه. همه چی من به هم زدی اگو. دلم خشم اومدم کو خط نشستم. ای شاین سیلا کو اونجا. برو همینا پیداشون شد. پاشو برو سراغشون. پاشو گرفتمش. خدا کنه دیگه خرابی بار نیاری اگو، وگرنه وسته همین بیابون چالت میکنم. مو چنان دیگه میمو چاو کردن؟ او نو ایزدمت که دفعه دیگه با مو بلکمی نکنی. بیاین در بینام. بیاین در. شما اینجا چه میخواین؟ شما دیرو هم اینجا کوخت نشسته بیدین، هیچ چیزیتون نگفتم، ولی اگه همین الان بساطتون رو جمع نکنین هر چی دیدین هم چیش خودتون دیدین. آمو مأمور محیط زیستی. ما چه کارتو داریم؟ کار دارین نه، اینجا مزاحمی. اگه میخواین کوخت بشینین اینای بنگ بیابون برید 3-4 کیلومتر جلوتر بشینین، اینجا وای نسین. فهمیدین چه گفتم یا نه؟ میگم میتا همی دوربرا کوخت نشستی. تو ربطی نداره. حالا چی کنی؟ هیچی، برمیگردیم سر جمعون. بیابون مال اینا. شاهین
اگه مردک واگرد چو کنیم؟ یعنی به خدا اگه واگرده اما اینا تفنگ دارن ها. اگه اونا تفنگ دارن منم از اینا دارم. بذارم یکی تو ترک پیشونش که سی گربه بگه اقو دربندی. سی چه ما؟ سی باد کیچه، سی خاطر که زیاد حرف میزنی. شاهین این راستی فکرشا کن اگه وامی تو بیابون نمایی بگیری. اوف یادت اینگه رفتیم هدا ای میبی چقدر میو میگرده همش همه سویتی گوتو یادت نه سکه بلا نمایی بگیرم حرف نزن منی چیدی چی یا خون یا وراجی میکنی بابا ما حرف نزن منیم سیدی چی بی سی چینی سی بیابونه خیالات داره داشتا دیدی نیفهم فکر کنم خوش بشه یا خدا نزدیک بگیریمشا پروندش جاش در بشید ایچی وقت اندن نحسش بی یالا یالا چه؟ یالا برو بساد رو بنده اما تو حالت خوش نیا ای چرا که الان موتورسیکلش کجا دوباره وا میگرده همین که گفتم یالا برو بساد رو بنده آماده ای؟ بکیشا نخوشن چه؟ خوش نی چرخ نی یعنی چه؟ اوه پس این چه نه؟ این بودوارن به درد نمیخور یعنی هیچ به درد نمیخوره؟ نه ولی به یه دردی میخورده چرخ وقتی پرا دمه پی بودوار ببیند فکر میکند که چه؟ فکر میکند که این بودوارگوی کبوتری شکار کرده بعد چون قلدرنو دلش نمیخواد که بجاز خوش کسی این طرفو شکار کنه میاد اوای بودوار که چه؟ که کبوترو کازی بسونه دیگه اوسا چه میشه؟ اوسا یا میاد هوای بودوار یعنی تومه سمت راست یا میره هوای کبوتر یعنی تومه سمت لفت دیگه اوسا منم میگیریمش دیگه یا در اصطلاح علمی پرفکتش میکنیم اوکی
شاهین خوش اوستن همون مردی دیروزی اونا که گفتن از اینجا بشینم سیل و کشتور سیلو میکنن. هیچی نگو، اصلا سیلشو هم نکن، انگار که نه انگار دیدیمش. اینجا چه شده؟ چشش زدن کار اونان، کار خوشون. کیا؟ اون مرده دیروزی. نشونشون میدم، رو لجشون هم که شده امرو همینجا وای میسم. بیا آقو بیا درستش کنیم. نه شاین ول کن بشین، اینا اگه ول نکنیم بدتر سرمون مارن. مثلا میخوان چه غلطی بکنن؟ خان وای میسم جلوشون. بیا اینجا دیگه به در نمیخوره، جامون لو رفته، باید بشیم شاین. تازه سلاکو چه سرش آوردن دیگه درست کردنش محاله. ما هر دقیقه یه عروسی داریم با یه آدما. باید بشیم شاین. بارون میاد، اگه بارون هم زد دیگه کوخت تعطیلن، دیگه چرخ کویا تو آسون پیدا آمید. اگه تا صبح نگرفتیمش برمیگردیم خونه دیگه، شو اینجا نمونه. دیگه هم رفتن هوای خونمون نامردم. کیو؟ فهمیدم، آدمه ناخدا ایوز منظورتن. اینجا خوبه نه؟ خیلی ازشو دور شدیم ها. نمیفهمم چیشه، ولی حس میکنم اینجا تو چیشم آشنان. آقو سی اینجا یه شانشینی آماده ناده. سیلاکو معلوم نیست چه زمان اینجا کوخت نشسته بیدن. و کیا بیدن؟ ده سیلاکو کبوترا کو خمیازه کشی. این میفهمی یعنی چه؟ نه میگو کبوتر که خمیازه بکشه تا یعنی گنج گیر آدم میاد. چوی ایچه میترسم بارون بزنه. اگه هم بارون زد دیگه کوخت تعطیلن تا سال دیگه.
بارون زد بدبخت آوریم دیگه تمام هایی آقا اونا خوشن اونا چرخن نمیفهم اگه هم خوش بشه تا دیگه فایدهش نی زیر بارون اگه سفره هم سیج بندازی طبق نمیاد دومن نه آقا شاهین اینا دیگه فایده نداره سیچی که مامانت هم باید یه فکر دیگه ای بکنی هرچی دلت میخواد بگو خفش کن الو شاهین سونی میشی دسته الو چنان شیرین شاهین سری بگو شاهین کام مامانم شاهین مامانم بردن شاهین کوکا مامورا اومدن مامان مامانمو بردن بکشا ای خدا وای خدا پرفکت الو شیرین بیلدار اونا شا میبینیش؟ 3 حلقه طلا که تو پاشم بکن این پرنده او ارزش 10 تا چرخ داره نشون سلطنتی دور پاش میبینی؟ 1-2 سال پیش شیخ قطر این پرنده کوبا خوش میبره شکار
اما معلوم نیستی چه ای پرنده یاغی میشه و دیگه وا نمیگرده. بعد از این قضیه شیخ قطر که پرنده کو مثل زنش دوست داشت و خاطرش میخواست خونش به جوش اومد و قسم خورد که به هر قیمتی شده پرنده کو دوباره گیر بیاره. این میخواست بکشتش. خلاص سی خاطر همه جا چو میندازه که هر کی ای چرخ و کوسین بیاره پیل 10 تا بالابان میده. 10 تا چرخ؟ شاهین یعنی همون چرخ و کوه؟ چه میفهمم؟ شاید حتما. پرفکت، بیلدار شدیم، بیلدار. کفه فعلا هیچی معلوم نیست. ده چت که دیگه کارش نداری. واه خوشی واسن لامستوی دیروزی ها. چو بکنیم شاین؟ اگه رسیان از اون میدازنشا. بودو بشین خواهی مای. بودو بشین خواهی مای. بشینم. واه سیلم. پس آخر گرفتینش ها؟ برو. هر دو تو بازداشتین. برو. من نگفتم این کار غیر قانونیه. برو. فرامرز سراب بگوشم. تو منطقه هستم. فعلا خبری نی. میگذرم ازتون. این دفعه ازتون میگذرم. ولی همینجا جلوی چشام آزادش کنین. یالا. گفتم برو. اگه بخوام بفرستمتون دادگاه هم قیمت خوش جرمه میشین. ولی میگذرم ازتون. او هم سی خاطر بچگی تو هن. حالا جلوی چشم آزادش کن. گفتم برو. ای فکر کردی میذارم با پرنده از اینجا بری؟ کور خوندی. شاین هیچت که من گفتم برو. حقت بید تا تو باشی دیگه جلو من نگیری. حقت بید. چه شده ماما؟ امرو کجا بیدی؟ شیرین چه میگفت؟ تو کجا بیدی؟ ای چه وضعیه؟ چه سر خود آوردی؟ چه کردی؟ شاهین! 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 می نباید کنم! کجایی تو؟ کجایی تو؟ صبح داره که ما دادگاه میدم زدهان نشستن توی خونه با گریه کردن. نه دورت بگردم. اقو کو؟ منو خود اقو با هم بیدین بردن دادگاه
چه که ناخده نامرد. ها ولی فعلا مهلت گرفتم تا سر بود. دیگه نمیخواه. تا صبح پس صبح هم رسول با میگرده، هم به دیت صاف میشه، هم خیلی چیه دیگه. تا صبح پس صبح؟ گرفتمش. تو ای هوای بارونی بینم دروغ خود تو کارت نی ها؟ دروغ کی دویم آزاد میکنی؟ خب هر گاسیم چرخ بیاری نه؟ نه اول رسول آزاد میشه بعد چرخسید میارم. تازه قیمتم نه قیمت سابق. یعنی چه؟ برا بچه تو تا چشت بنده دیده بو پیل مست کرده؟ از این خبرانی برا سیار که میخوای بدیش بدش. اگه بفهمیدی چه گیرم اومده همین راحتی معامله به هم نمیزدی. چرخکو یه حلقه طلا تو پاشه. پیکان